کارگران محلی کان طلای شرکت خطایی تبعه در منطقه قمرغ بالا در کوهستان نویه عینی به نشان اعتراض به صفت غذایی که به آنها در جای کار میدهند کارپرتویی کردند. و گفته کارگران کان طلای قمرغ بالا در بلندکو قرار دارد و آنها به دلیل اقلیم سخت بلندکو و سخت بودن کار در کان به خوردنی های پرغذا نیاز دارند. روز جمعه 25 ایون کارگران تاجیک این کان طلا خوراکی را که به آنها وقت پیشین داده بودند به نشان اعتراض به زمین ریختند. کارگران به رادیو آزادی با ارسال یک ویدیو خبر دادند که مسئولان شرکت خطایی به آنها وعده دادند که به مشکلیشان در مسئله تأمین غذا رسیدگی خواهند کرد. از حکومت نویه عینی نیز به گفته این کارگران دو نماینده برای بررسی شکایت آنها به قمرغ بالا آمده و با کارگران ناراضی صحبت کردند. حکومت تاجیکستان 2 سال پیش حق استخراج طلا از دو کان دوآبه شرقی و قمرغ بالا را در عوض بنیاد مرکز دائم گرمدهی دوشنبه به شرکت خطایی تبعه داد. حالا اکثر کانهای طلا و دیگر فلزات گرانبهای تاجیکستان در دست شرکت‌های خطایی قرار دارد. خطای بزرگترین سرمایه گذار به اقتصاد تاجیکستان به شمار می رود و قریب 1.4 میلیارد از زیر 3 میلیارد دلار قرض تاجیکستان قرض‌های خطایی است. مقامات تاجیکستان جلب قرض و سرمایه‌های خطایی را برای رشد کشور مهم می‌شمارند و می‌گویند به فرق از دولت‌های غرب و سازمان‌های بین المللی مالیوی پکین در عوض قرض‌هایش شرط‌های زیاد نمی‌گذارد، ولی صاحب نظران تاجیک قرض‌های خطایی را قرض‌های استعماری مینامند و میگویند اگر رفت و فرد و دوشنبه این قرض‌ها را برگرداندن نتواند مجبور می‌شود که هر شرط پکین را بپذیرد و استقلالش را از دست دهد.